یا خدا. Let's do this. خیلی مخلصیم. قسمت دوم ویدیویی که قولشو داده بودیم MP3 گوش ندیم. قسمت اول راجع به این صحبت کردیم که چرا MP3 گوش ندیم و دلایلش چیه. فرمت ویو و فرمت فلک رو در واقع تعریف کردیم و اومدیم مثل توضیحات دادیم راجع بهشون. این سری تو این ویدیو همونطور که قول داده بودم میخوام راجع به این صحبت کنیم که به فرمت‌های اورجینال چجوری دسترسی پیدا کنیم، از کجا دانلودشون کنیم و اینکه در واقع راحت ترین راه برای اینکه بخوایم به فرمت اورجینال برسیم چیه. تا آخر ویدیو با من همراه باشیم. من نوری موسوی هستم. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. خب آقا، من ظاهرا این نور فکر کنم حالت بدی داره، سایه میندازه. امیدوارم الان اوکی شده باشه. خب عرض کنیم خدمت شما که ببینید خیلی خلاصه بخوام توضیح بدم. ما این کار می‌خوایم از طریق سایت‌های تورنت انجام بدیم. حالا اونایی که از سایت‌های تورنت دانلود داشتن آشناییت دارن با سایت‌های تورنت. سایت‌های تورنت سایت‌هایی هستن که در واقع شما خیلی از سافت‌ورها، نرم افزارها، فیلم‌ها و خیلی فایل‌های مختلف رو میتونید به صورت رایگان از اونجا دانلود کنید. اما اونایی که این کار انجام دادن میدونن سایت‌های تورنت خیلی دردسر داره. یکی اینکه از طریق سری نرم افزار خاص باید این کار رو انجام بدین، اون مگنت لینکش رو مثلا بیاین کپی کنید بعد بخواید در واقع از طریق اونا انجام بدین. بعضی فایل‌ها ممکنه تا چند روز زمان ببره، مثلا پی سی تون یا لپتاپتون باید مدام روشن باشه و این کار با سرعت‌های خیلی پایین اتفاق میفته. یه راهکار میخوام بگم که با سرعت عادی، با همون سرعت اینترنت معمولی بخوایم این کار رو از سایت تورنت انجام بدیم. یه کار دیگه ای هم باید آخرش، البته غیر از دانلود این فایل، کار دیگه ای هم باید انجام بدیم. خب اولین کاری که می‌خوایم بکنیم، اگر با سایت تورنت آشنایی ندارین، یه سرچ کنید سایت‌های تورنت. چند تا از معروف‌تریناشو بهتون معرفی میکنن و در واقع ما با 2 تا از این سایت‌ها کار داریم، چون تو محتوای موزیک در واقع 2 تا از این سایت‌ها میشه گفت که سایت‌های جامع به حساب میان. بقیه‌اش برای دانلود سافت‌ور، دانلود در واقع فیلم میتونید نگه دارین. فیلترهای مختلف داره که میتونید در واقع اون چیزی که میخواید رو با فیلتر دقیق پیدا کنید. ببینید ما 2 تا سایت گفتیم کار داریم، سایت پراتس بی و سایت در واقع 1337X. پراتس بی یه نسخه در واقع چیز داره، نسخه چی بهش میگن، یه نسخه‌ای داره که بدون فیلتر شکن هم میتونید ازش استفاده کنید، ولی 1337 رو باید حتما با فیلتر شکن ازش استفاده کنید و بدون فیلتر شکن امکانش نیست. کاری که میخوایم انجام بدیم، شما باید اسم کامل اون آلبومی که در واقع میخواید دانلود کنید یا حتی توی قسمت ویدیوز هم میتونید اون اجراهایی که مثلا میخواید از آرتیست خاصی مد نظرتونه، اجرای کامل یک کنسرت مثلا در واقع بخواید از اونجا دانلود کنید، کافیه که اسم کاملش رو از تو گوگل حتما کپی کنید که دقیقاً همون اسم باشه. از تو گوگل کپی کنید، بعد بیاید توی قسمت سرچ پیستش کنید. از توی فیلترها موزیک رو انتخاب کنید. حالا اگر میخواین آلبوم در واقع صوتی دانلود کنید، موزیک رو دانلود کنید و از توی در واقع فیلترهایی که برای فرمت داره یا فلک رو انتخاب کنید یا ویو رو. زمانی که فایلی که می‌خواستین رو پیدا کردین، تمام فایل‌های تورنت یه دونه لینک مگنت دارن که حالا یا بغل دستشون توی همون در واقع چارت، یا اینکه باید کلیک کنید وارد بشید که وارد بشین به هر صورت لینک مگنت رو پیدا میکنید. لینک مگنت رو کلیک راست میکنید، کپی لینک رو میزنید. اما به جای اینکه از نرم افزار خود تورنت بخوایم استفاده کنیم، یه سایت تورنت ایرانی وجود داره به اسم بیتسو. حالا بیتسو یه هزینه ماهیانه در واقع خیلی کوچیک داره بابت اشتراک. شما اشتراک بیتسو رو میخرید، وارد پنلتون میشید، لینک رو کپی میکنید. زمانی که لینک رو کپی کردین، اون شروع میکنه با اینترنت خودش این فایل رو برای شما دانلود کردن. حالا هر چقدر که زمان میبره، یه روز، نصف روز، یه ساعت، معمولا خیلی زمان زیادی نمیبره، اون رو با سرعت بالا خودش دانلود میکنه و فایلش تو اون فضای کلاود آپلود میشه. شما کاری که باید انجام بدین اینه که اون فایلی که لینکی که دیگه کامل اونجا برای شما تو پروفایلتون آپلود شده هست،
اون رو با اینترنت معمولی، حالا یا با نرم افزار ADM یا با هر نرم افزار دیگه، حالا بروزر خاصی که دانلود میکنید، کافیه که این فیلم معمولی یا موزیک معمولی یا فایل معمولی که دانلود میکنید در واقع میتونید دوباره از همونجا کپی لینک کنید یا از بروزرتون مستقیم دانلود کنید، یا حتی فایل‌ها چون به صورت زیپه دوباره وارد فایل‌ها بشین بخواید به صورت جدا جدا اینا رو حتی دانلود کنید، مثلا یه ترک جدا رو دانلود کنید. میتونید کارهای مختلفی انجام بدین و این ساده ترین راه واسه این که بخوایم فایل‌های تورنت رو در واقع سریع در دسترس خودتون قرار بدین، بخوایم راحت‌تر دانلود کنیم و اینکه دردسر اینترنت و سرعت و در واقع وقتگیری‌های خاص خودش رو نداشته باشه. شما زمانی که ویو دانلود میکنید که فرمتون فرمت اصلیه، حالا یا وینیل یا سی دیه یا هر چیزی که هست، زمانی که فایل ها رو به صورت فلک دانلود کردین کافیه که اینا رو توی برنامه در واقع تبدیل فرمت بریزین و فقط فرمت ها رو از فلک به ویو تغییر بدین. توی ویدیو اول توضیح دادم که فلک جزو فرمت هاییه که در واقع اون قسمت های اورجینال در واقع موزیک رو مثل MP3 خلاصه نمیکنه، حذفش نمیکنه. فلک همون فرمت اورجینال با فرق این که توی برنامه تبدیل فرمت فقط باید به ویو تبدیلش کنید. شما زمانی که این کار رو انجام دادین میبینین که حالا هم حجم فایلتون بالاتر میره، در واقع فلک جزو فرمت های لوزلسه، حجم فایلتون بالا میره، کیفیت افزایش پیدا میکنه و در واقع زمانی که پلی کنید موزیکو میبینید که چقدر تفاوت وجود داره بین یک فرمت MP3 و یک فرمت فلک حتی یا ویو. البته روش درست در واقع دسترسی به محصولات فرهنگی کلا اینه که ما اونا رو خریداری کنیم. من نمیخوام این راهو تایید کنم ولی دسترسی به آلبوم‌های اورجینال توی ایران خیلی سخته و اونایی هم که هست قیمتشون خیلی بالاست. من حتی فروشگاهایی رو میشناسم که وینیل یا CD رو به صورت پکای اورجینال بسته‌بندی باز نشده آلبوم روز دنیا رو میفروشن، اما قیمتاشون واقعا خیلی بالاست، هر کسی نمیتونه بخره. من خودم هم واقعیتش اصلا تمکن مالیشو ندارم که بخوام در واقع آلبوم اورجینال بخرم، ولی چاره‌ای نداریم غیر از اینکه ایرانیزش کنیم و از این روش استفاده کنیم. خب خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. اگه سوالی بود تو کامنت رو بنویسین، حتما جواب میدم. خیلی مخلصیم.